سفارت کنسول به شما وعده داد که یاردم میکنن از اونجا میبرن بیرون؟ بله من اول میدونید اکای توهیر من اول با پلیس شهر ریاض رحمت میگوید که من رو خلاص کردم و یک سیستم ایچیپر خطی من را یافتم همون سیم کارت سیستم ایچیپر داد به سنخشته و یک خطی همونو اومدم پیش من تو آدرسم هم ندانستم که کجایم یکم من رحمت میگویم همین پلیس شهر ریاض که تیز آمدن اگر نمی آمدن میدونید وای زنک میکرد تو با می آمد با شوکر میزد تو زن سنگین وده پولی ما را برگردونن توبه کردم همین خیلی مناسبت من همینجا دیدم اکای تویر من گفتم که اگر این زنک یک بار دیگر همین خیلی کنن من از دوی میتاش خودم هم میپرتویم و پلیس یادم میروم خیلی همه چی هم میشکنم ممکن میمورم هم خلاص خودم هم میکنم اینجا من همین خیلی رو عوض داشتم بازم میدونید اکای تویر من در کورای سبای خودم اتک بودم اینو بعد میدونید سفارت من در گفت یاردم میکنن انا چند روز شدی اکای سعید شفیه همین سفارت در گفتی ما شما در یاردم میکنیم تنها است یا که زنای تاجیکی دیگر هم هستن زیادن کمن؟ زنای تاجیکی ما هم همینجا بودن پیش همینجا بودن زنای ما نمیدونن آمده ایستن بیچاره از کجا میدونن شما در خود ریاض هستید؟ بله من در خود ریاض من یک ماه شد و 13 روز که من در همین خونه اینجا بسیار خودی ما را میارن که مادم وایش برای را زدگی پولشون ندادگی و از کاری وای و نوروزی اندوان همینجا میارن من همینجا خوابم بودید انتظار آن هستم که که سفارت مرا از اینجا میبرورد. سببی رفتنتون چی بود؟ بیکاری کار پیدا نکردید که رفتید عربستان سعودی؟ بله